جود و مهر. به به. خب قرار شد لایو ساعت 1 بذاریم، نشد به دلایلی. الان برگزارش کردیم، جای شما سبز، اومدیم تو طبیعت طبق معمول و لایو اینجا میذاریم. بچه ها تو پیج فقط جمعه ها دیگه لایو میام و همین جمعه ها فقط لایو میام تو پیج دیگه. باید برنامه ریزیتون رو داشته باشید، اون زنگوله نوتیفیکیشن رو روشن کنید که لایو از دست ندهید. این هم از این. یه جایی پیدا کنیم بشینیم یه خورده با هم صحبت کنیم. میخوام بهتون بگم که چه در پیش هست و شما باید چه کار کنی که بتونی با این روند همگام بشی تا بتونی لذتش رو ببری از اقامتی که رو زمین داری، نهایت استفاده رو بکنی. ببین این همه میخوان یه چیزی باشن، همه میخوان یه کسی باشن برای خودشون. خب یه درخت سیبه، یک درخت هست که متصل به زمین هست و میوه ها وقتی میرسن میافتن. میوه نرسیده هنوز رو درخت میمونه. میوه وقتی میرسه تازه پخته میشه میرسه میافته زیر پای درخت. متوجهی؟ دیگه هی منم نمیکنه، من چنانم، من فلانم. پخته که میشه میافته زیر درخت، کاملا تسلیم و رها. خب ما کفشمون رو در میاریم، این کفش، و همینجا رو این چمنا میشینیم با هم صحبت میکنیم. خب چه خبر؟ من الان یه رازی رو بهتون گفتم. این درخت، این آفتاب، این میوه‌هایی که زیر درخت افتادن، اینا قوانین جهان هستی رو زمینه و شما میتونی از اینا خیلی چیزا رو بفهمی. یکم صبر کنیم بچه ها بیان، بعد کامنت ها رو میبندم، شروع میکنیم با هم صحبت. خواستم داخل خونه لایو بذارم، گفتم تو طبیعت حالش بهتره. بچه قشنگ گوش کنید، این لایو خیلی مهمه واسه دوستا آشنا بفرستیم بیان حضور داشته باشن تو لایو. چه بادی میاد.
وارد شدیم. خب من کامنت ها رو میبندم، شروع میکنیم. یه مرور کنیم با هم برای بچه‌ای که تازه اومدن تو پیج. چند سال ما داریم اینجا از چیزی صحبت میکنیم که بین انسان ها غریب هست و خیلی از آدم ها اصلا نمیدونن که همچین چیزی وجود داره. به همین دلیل وقتی راجع به اینا باشون صحبت میکنی اینجوری هم: چی داری میگی؟ چی زدی؟ کجا بودی؟ چی شده؟ و چرا اینا رو اصلا داری میگی؟ چرا اینجوری شدی؟ این قضیه بین انسان ها، بین آدم ها غریبه و تعداد زیادی از آدم ها با این مسئله اصلا هیچ کاری نداره. خب این خودش یه نشونه است دیگه، یه نشونه است که شما متوجه بشی بودن شما در اینجا دلیل خاصی داره. بین این 7-8 میلیارد آدم چرا شما الان تو لایو هستی؟ چرا داری اینو میشنوی؟ این هیچ اتفاقی نیست، یعنی اتفاقی نیست که فکر کنی یه اتفاق افتاده شما اینجایی. این بایدیه، چیزای دنیا بایدیه و باید اتفاق بیفتن. شما الان هیچ جای دیگه به جز اینجا نمیتونی باشی، به همین دلیل اینجایی. میتونستی خیلی جای دیگه باشی. پس متوجه باش چی داره به گوشت میخوره. این از این. من معمولا تو پیج راجع به این چیزا صحبت نمی کنم. در مورد خودشناسی بیشتر صحبت می کنم، چون تنها راه نجات شما شناخت خودتونه، نه شناخت دنیا. چون این دنیا اصلا وجود نداره ولی به عنوان شما وجود داره و شما اگه خودتو نشناسی شما وجود نداری. اگر خودتو بشناسی وجود داری و دنیا هم برات وجود داره. این که میگن در توهم و خواب قدم برمیداری اینه. شما اگر به خودت آگاه نشی، شروع نکنی خودتو نشناسی، هر کاری که تو این زندگی داری میکنی در خواب داری انجامش میدی و یه روزی که از خواب بیدار شدی متوجه میشی. حالا وجود شما از قبل آزاده، خب، و چیزی نمیتونه وجود شما رو به اسارت بگیره. اسارتی نیست که بخواد شما بری داخلش، در بندش باشی. فقط باید از ذهنت گذر کنی دیگه. از ذهنت اگه گذر کنی میبینی که هیچ اسارتی نبوده و نیست. حالا داری روی سیاره زندگی میکنی، خب، به نام سیاره زمین. زمین یعنی پست شده، فرو افتاده، پایین افتاده، طرد شده. یه همچین معنی میتونه بده، معنیای زیادی میده. شما توی پایین ترین فرکانس ممکن از این دنیا الان داری زندگی میکنی و به خاطر همین الان اومدی رو زمین. در یه بدنی داری زندگی میکنی که به واسطه این بدن میتونی بعد 3 اینجا رو ادراک کنی. این خودش یه نکته توش بود الان. خب دلیل داره که شما الان رو زمین هستی. ما بی نهایت کهکشان، ستاره و جهانهای مختلف داریم. چرا شما از میون تمام اینا الان رو زمین هستی؟ این اتفاقی نیست. بهتون گفتم دنیا کارش بایدیه. وقتی یه کاری رو میخواد انجام بده انجامش میده. کاری نداره که حالا از لحاظ بقیه این بده خوبه، انجام میده. و تمام اینا واسه پیشرفت منظورم این نیست که ماشین و خونه و اینا بخری ها. پیشرفت یعنی درک خودت، شعور خودت رو کامل کنی. اینا همش در جهت این داره اتفاق میفته. حالا من چیزای کلی و پیچیده رو دارم به زبان ساده میگم. خب پس آدما وقتی بهشون میگی شما اینجا رو زمین هستی دلیلی داره، عجیبه براشون. میگن چه دلیلی داره؟ من توسط پدر و مادر به دنیا اومدم، بزرگ شدم، دارم زندگی میکنم، یه چند سال زندگی میکنم، بعدش هم میمیرم، تموم میشه میره.
آیا واقعا این دنیا و این چیزی که تو داری میبینی به همین مسخرگی میتونه باشه که تو توسط پدر و مادرت به دنیا بیای بعد تموم شه بره؟ اصلا اینو از کجا شنیدی؟ کی بهت گفته؟ تو اصلا متولد نشدی که بخوای بمیری. اصلا پدر و مادر تو رو انتخاب نمیکنن، تو انتخاب میکنی بیای. پس هر چیزی که اینجا شنیدی باید شروع کنی بهش شک کنی. کم کم اولین مرحله ورود شک کردنه. تو باید به خودت شک کنی، به حسات شک کنی، به همه چیز شروع کنی شک کنی اگه میخوای وارد جهان حقیقی بشی. اگر هم نمیخوای وارد جهان حقیقی بشی، میتونی با همون روالی که داری پیش بری. هیچ بایدی نیست، هیچ اجباری نیست برات. ممکنه تو صحبت ها اون تناقض بشنوی ولی تناقضی وجود نداره. خب حالا داری روی سیاره زمین زندگی میکنی که یه سری قانونا روش حاکمه. شما اگر این قانونا رو یاد بگیری راحت تر توش زندگی میکنی. و راحت تر به این معنی نیست که شما بخوری بخوابی از آسمون برات پول بیاد، نمیدونم لاکچری بشی، چیزی که الان تو کل دنیا مد شده، نمیدونم خفن باشی. اینا نیست. راحت شدن یعنی شناخت خود. تو وقتی خودتو میشناسی راحت میشی. این یه بچه 2 ساله دیدی راحته، اصلا مشکلی نداره، ریلکس زندگی میکنه. پس راحت شدن تو این زندگی خیلی مهمه. حالا این صحبت ها رو وقتی به اشخاصی میکنی که اصلا کاری به این چیزا ندارن، اصلا تمایلی ندارن به این چیزا، کششی ندارن، میگن آقا که چی بشه، من این همه بدبختی دارم، گرفتاری دارم کار میکنم، اینه اونه، به این چیزا نمیرسم. در حالی که چون به این چیزا نرسیدی زندگی برات سخته. متوجهی؟ چون شما به این قوانین آشنایی نداری زندگی برات سخت شده. وقتی این قوانین رو یاد بگیری، و این قوانین جوری نیست که یاد گرفتنش بشین کتاب بخونی لایو گوش کنی، اینا باید یه کسی باشه برات توضیح بده، راه بهت نشون بده، تو در درون خودت به اینا برسی کم کم. این لذت زندگیه، این شور زندگیه. اینجا هست که تو وارد زندگی حقیقی میشی، کم کم معنی این زندگی رو درک میکنی. حالا داری روی سیاره زندگی میکنی به نام زمین که تغییرات بسیار بزرگی همکنون توش انجام شده. شما اگه به خردت دست پیدا نکنی، زندگی برات هر لحظه رو زمین سخته میشه. یه خانومی به من پیام داد، گفت که تو روستای ما، من توی روستای دور افتاده دارم زندگی میکنم، فکر کنم تنها نفری هستم که دارم مطالب پیج شما رو دنبال میکنم و اصلا میترسم که برم به بقیه بگم که آقا بیاین گوش کنین. گفت اصلا اینا اصلا کاری به این چیزا ندارن، تمام دغدغه زندگی اینا شده چجوری غذا پیدا کنن، چجوری آب پیدا کنن، چجوری پر از خشم و نگرانی و اینا هستن، تو فقر دارن زندگی میکنن. اصلا فرصت نمیکنی به اینا همچین چیزی رو بگی، قبولش نمیکنن. و یک نفر تو اون روستا بهش لطف شده و داره اینا رو میشنوه. حالا اگه مردمان آن روستا به چیزی بزرگتر از نون و آب فکر کنن، به یه چیز خیلی بزرگتر از اینا توجه کنن، چی میشه؟ دیگه دغدغه‌شون نون و آب نیست. نون و آب به سمت اینا جاری میشه. شما وقتی در یه محدوده کوچیک زندگی میکنی، محدوده بزرگ رو از دست دادی، ولی در محدوده بزرگ اگه زندگی بکنی، محدوده کوچیک رو به دست آوردی، شامل اون میشه. شما باید بزرگتر به این جهان نگاه کنی. چجوری میتونی بزرگتر به این دنیا نگاه کنی؟ خودت باید بزرگتر شی، درونت باید باز شه، فضا گشایی درونش ایجاد شه. حالا دنبال پولی، دنبال رابطه‌ای، دنبال حال خوبی، دنبال ثروتی، همش در درون خودت. تو چون درونتو بستی، اجازه به این دنیا نمیدی که ورود کنه به تو.
و چیزاشو برات رونمایی بکنه. اینجا یه نمایشگاه هست، شما هر چی وسیع‌تر نگاه کنی چیزای بیشتری میبینی. حالا مردمان آن شهر تا زمانی که تغییر رو در درون خودشون ایجاد نکنن زندگیشون همین جوریه و چون رو زمین همه چیز به صورت تکنولوژی برتر داره شکل میگیره و هدایت میشه، روز به روز زندگی اونا سخت‌تر میشه. من میرم سر اصل مطلب. این یه توضیح کوتاه بود که چرا شما اینجایی و باید چیکار کنی. ممکنم از خیلی جا بشنوی تو فضای مجازی، اسمش روش مجازی، 1000 تا اراجیف و مزخرف بهت بگن به خاطر که ویو بگیرن، فالوور جمع کنن. ما کاری به اونا نداریم. خب شما باید دقت کنی که چه اتفاقی داره در دور و برت میفته. تمام چیزا اینا رو من 4-5 سال پیش دونه به دونه گفتم، زمانی که نه صحبتی ازش بود هیچ جا، نه وقتی تو اینترنت سرچ میکردی چیزی از این گفته میشد. خب شما وقتی تو فرکانسای نمیخوام بگم بالاتر، میشه تعریف از خودت، وقتی هوشیار هستی یه چیزایی رو میبینی که شاید خیلی ها نبینن. و من اومدم یک گوشهشو بهتون گفتم این اتفاقا میفته، این میشه، اینجوری میشه، که خیلی ها گفتن آقا این یعنی چی، مگه میشه همچین چیزی باشه؟ و وقتی که اون اتفاق افتاد به چشم دیدم. و یه عده اینجوری هست میگه وان که این کار ندانست در انکار بمان. انکار میکنه، نمیفهمه، نمیدونه، نمیبینه، تقصیری هم نداره. خب همه چیز داره. میگم من این لایوی که دارم میذارم تکرار یه جورای لایو 4-5 سال پیشه، بچه قدیمی یادشون میاد. بهتون گفتم همه چیز داره تغییر میکنه و شما اگر با این تغییر همگام نشی زندگیت سخت میشه. و دیدی که چقدر زندگیت سخت‌تر شده نسبت به 2 سال، 3 سال، 4 سال پیش. حالا اگر با این تغییر رو همگام نشی زندگیت سخت‌تر از الان میشه، چون شما به صورت سنتی داری زندگی میکنی و این دنیا دیگه اصلا کاری به صورت سنتی نداره. شما نمیتونی انکار پیشرفت زمین بشی که داره همه چیز برقی میشه. قشنگ گوش کن، همه چیز برقی میشه شده الانا، چون تغییرش کم کمه خیلی ها نمیبیننش. تمام ماشینا برقیه، تمام سیستماش به صورت شبکه‌ای به هم وصله و کم کم اینا رو دارن میدن بیرون. حالا شمایی که نشستی میگی خدایا برسون، هیچ حرکتی رو این زمین نمی کنی، چجوری میخوای با این تغییر همگام بشی؟ شمایی که الان یه شغل داری، مکانیکی، جوشکاری، لوله کشی، اینی مهندسی، دکتری، خانه‌داری، بیکاری، باکاری، شمایی که وارد این دنیا نشدی چجوری میخوای زندگی تو پیش ببری؟ وقتی بهت گفتن ما دیگه نیازی به تو نداریم و یه ربات به جای تو داره کار میکنه، آنگاه میخوای چی کار کنی؟ تو باید الان یه کاری برای خودت بکنی. الان باید وصل شی به قدرت‌های درونت، وصل شی به آگاهی درونت، وصل شی که قدرتی که راهو میدونه راهو بهت نشون بده. اگر بخوای همینجوری تو کلت راه بری با مفهومی که تا حالا از خودت داشتی، گیر میکنی، یه جایی سخت میشه، سربالایی میشه، نفست میگیره. شما تنها کاری که باید بکنی این هست، به جای جستجوی زیادی، به جای تو در و دیوار زدن خودت، باید وقت بذاری 1-2 ماه 3 ماه 1 سال رو خودت کار کنی. وقتی به درونت وصل میشی ایده ها میان، افکار مناسب میاد اول، بعد به صورت ایده میشه، بعد اینا خلق میشه، بعد زندگی فیزیکیت به صورت راحت تری پیش میره و تو خودت زندگی تو به بهترین شکل میبری جلو. آدمایی میان تو زندگیت که تو رو بهت کمک میکنن، دیگه نمیخواد مثل قبل بدویی. تو اگر به دنیای اطرافت نگاه بکنی، تفریح آدما چی شده؟ 40 ساعت 50 ساعت در هفته کار بکنن، یه شب برن بیرون.
این بهش میگن زندگی ماشینی و چیزی که داره هی بیشتر هم میشه. حالا 40 ساعت 50 ساعتشون میشه 70 ساعت 80 ساعت. به یه جایی میرسن که اینا اصلا سر کار دیگه میخوابن و بیدار میشن، کسی دیگه خونه نمیره، همه همونجا میخوابن بیدار میشن. خیلی جا الان همینجوریه، اصلا خونه نمیرن، اینا میخوابه بیدار میشه. و نسل انسان هم که دارن از بین میبرن. اینا دیگه با احترام به همجنس بازان عزیز، اینا میخوان اصلا ازدواج زن و مرد رو از بین ببرن و این کار هم انجام دادن، موفقم شدن. به زودی ربات ها میان، اینا اصلا دیگه احتیاجی به تولید مثل شما ندارن، به بچه شما. و حالا اینا طول میکشه دیگه، 30 40 50 سال طول میکشه که دیگه احتیاجی ندارن به شما. نگاه یه کلیپی من داشتم میدیدم، طرف مردم انقدر گیج و منگن دونگن، میگفت برید فلانجا از قرنیه چشتون عکس میگیره، از قرنیه چشتون عکس میگیره، 50 یورو بهتون میده و 2-3 بار دیگه هم این کارو بکنید تا سقف 300 یورو بهت میده. خب احمق، تو چرا نمیفهمی چرا باید از قرنیه چشتو عکس بگیرن و بهت پول بدن؟ من نمیدونی که پنیر مفتی رو تله موشه؟ چرا از قرنیه چشت دارن عکس میگیرن؟ میدونی چرا دارن این کارو میکنن؟ متوجه نیستی. وقتی که بهت گفتن خود دوباره بیرون دیگه بهت کاری نداریم، اون موقع میفهمی که پنیر مفتی رو تله موش بوده. داری به یه همچین سمتی میری، هیچ احتیاجی به شما ندارن و دارن نیروها رو آماده میکنن. روح شما رو که نمیتونه کسی بدزده، افکار و منطق و ذهن شما رو میدزدن، کپی برداری میکنن از شما، میذارن روی قطعه‌ای به نام ربات و اون تا ابد ادامه میده. دیگه نه مریض میشه نه مشکلی داره. سیستم داره عوض میشه دیگه، سیستم داره عوض میشه. داروهای ضد سرطان رو میفرستن تو بازار کم کم. مریضیایی که از قبل درمان نمیشده دیگه شروع به درمان میشه، چون اصلا کاری ندارن دیگه. کاری به ببین قبلا سیستم یه جوری میچرخیده که اینا با این چیزا پول در می آوردن. الان دیگه براشون مهم نیست، کم کم داروهای یه سری از بیماری‌ها رو خاص میدن بیرون، همه رو دارن و که درمان صورت بگیره ازش خور پول در میارن. پول کافی که در آوردن، ربات‌ها شروع میکنن میان جایگزین آدم‌ها توی اداره‌ها میشن، نونوایی‌ها، همه چیز میشه رباتیک. و شما تا چند سال دیگه تو خیابون که راه میری، از هر 10 تا آدمی که میبینی، که همین الان هم همون 10 تا 9 تاش رباته، فقط این آدم میره میاد، ربات ها رو میبینید. تاکسی ها همه میشه ربات، نمیدونم کامیون های بیرون همه میشه ربات. پرواز هواپیمایی دیگه آنچنان نداریم ما، تمام حمل و نقل و رباتیک انجام میده، ربات ها انجام میدن به صورت یه شبکه. اینا وصلن، همین الان وصلن به هم تو دوره آزمایشیه. حالا شما میخوای سنتی زندگی کنی، شما میخوای مثل قبل، چجوری میخوای با اینا پیش بری؟ شما الان باید شروع بکنی رو خودت کار بکنی، وارد زمین جدید بشی، کم کم این چیزها رو بفهمی، برای خودت یه شغلی دست پا کنی، یه کاری دست پا کنی، یه حرکتی بزنی که با این سیستم بتونی بری جلو. چون شما نمیتونی انکار کنی، شما نمیتونی بگی اینجوری نمیشه، نه اینجوری شده، اینجوری میشه. 100 سال پیش با اسب و گاو و قطار میرفتن این ور اون ور، الان با ماشین میرن. 100 سال دیگه ماشینی وجود نداره، شما خودت این ور اون ور میری. این تغییریه که به وجود میاد رو زمین و شما نمیتونی مثل یه شخصی مثل مولانا بری توی صحرا بشینی، نه، باید لابلای همین زندگی که داری یه کاری برای خودت دست بکنی. گفتم من معمولا تو پیج از این صحبت ها نمی کنم، در مورد خودشناسی بیشتر صحبت، ولی بهتون گفتم هر اتفاقی بیفته میام بهتون میگم که شما حواستون جمع بشه. حالا اینا واسه آگاهی شماست، هیچ جای ترسی نیست که مثلا اگه راننده تاکسی هستی بگی وای من چیکار کنم، نکنه بیکار بشم. بله، اگر شروع نکنی خودتو با این
انرژی همراه نکنی، همگام نکنی، ممکنه کارت هم از دست بدی. ولی اگر به جای چرت و پرت گفتن بین رفیقا و دوستاتو بری خونه این مزخرف بگه، بری خونه اون نه مزخرف بگه، جمع بشین دورم غیبت کنین، جمع بشین دورم این چی گفت اون چی گفت، تمام دنیا الان تمرکزشو گذاشته رو خودش. شما حواست به کجاست؟ شما حواست به این که این چی گفت اون چی گفت، این چی پوشید اون چی کار داره میکنه. همه اینا باعث میشه که شما نتونی همگام بشی با این قضیه. حالا خیلی فراتر از اینا هست، من نمیخوام واردش بشم. باید حواستون رو جمع کنید دیگه. حالا کامنت ها رو باز میکنم، خیلی نمیخوام لایو طولانی بشه. شما باید حواستون رو جمع کنید. دنیا داره به یه همچین سمتی حرکت میکنه و چیزایی که من الان براتون گفتم خب چیزایی نیست که شما فکر کنید در آینده میاد. همین الان این اتفاقا افتاده، همین الان. الان تا فرصت دارین باید شروع کنین رو خودتون کار کنین و از درون به همه اینا میرسی. راهکار چیه؟ از درون باید وصل شید به درونتون. ببینید بچه ها، نگاه، یه چیزی رو اینا نمیتونن هیچ موقع حک کنن. ببین ما میگم اینا، منظورم این نیست که اینا آدمای بدی هن، اینایی که مثلا الان این تکنولوژی آوردن اینا بدن یا فلانن. ما اصلا از مرحله بدی و خوبی صحبت نمی کنیم. اصلا اونا خیلی خوبه. شما میخوای چی کار بکنی؟ یه چیزی تو این جهان حک نشدنیه. این حک نمیشه. روح شما حک نمیشه چون ابدیه، اصلا حک نمیشه. اما ذهن شما حک میشه. شما تنها راه نجاتتون در این دوره و تمام دوره هایی که بوده و میاد فقط وصل شدن به درونتونه. این نجات میده شما رو. این هیچ موقع حک نمیشه، حتی اگه تمام دنیا رو ربات‌ها بچرخونن. روح شما حک نمیشه. تنها راه نجات خودشناسیه. تو باید بفهمی کی هستی. یه کشتی داره میره، بارگیری داره میکنه، اگه پریدی بالا، نه پریدی بالا، خرابه اوضاع، سخت میشه. اینجوری نیستا که فکر کنی بدبخت میشی فلان، سخت میشه برات. چطور به درون برین و خودت میدونی چطور باید به درون بری. واسه به درون رفتنم باید تحت آموزش قرار بگیری. باید آموزش ببینی. نمیتونی همینجوری، راه داره، روش داره. حالا ببین چه جوری میتونی این آموزش کسب بکنی. کتاب شخص استاد راهنماست، طبیعت، آسمون، زمین، انتخابش با توه. کجا میخوای اینو یاد بگیری؟ با کی ارتباط خوبی برقرار میکنی؟ چه کسی به دل تو میشینه؟ کی میتونه بهت کمک بکنه؟ کتاب، پیج، اینه اونه، دست خودته. تو خودت باید ببینی چی جوریه. حالا واسه این که خودتو بشناسی، وارد سرزمین وجودت بشی، باید خودشناسی داشته باشی، باید استاد داشته باشی. یه کسی باید بهت آموزش بده، بگه این کارو بکن، از این ور برو، حالا اون برات پیش اومده، حالا این کارو. یه کسی برام نوشت آقا شما چرا جواب دایرکت ها رو نمیدین؟ براش نوشتم ما اینجا نه جواب دایرکت میدیم نه به کسی دایرکت میدیم. گفت خب چیکار کنم؟ گفتم جواب تمام سوالایی که از قبل داری تو این پیج هست. تمام سوالایی هم که در ادامه برات پیش میاد بازم تو این پیج هست. دیگه دست خودتی که مرور کنی یا نه. پس دنیا داره به یه همچین سمتی میره. تا شما این آشغالای درونتو حل نکنی، نندازی دور، نمیتونی بفهمی که به کدوم سمت میره و مجبوری بری اخبار گوش کنی، اینو گوش کنی، اونو گوش کنی. هر کی هم برای خودش داره یه چیزی میگه.
میگه راه برای رسیدن به خدا به تعداد آدما هست. یعنی چی؟ یعنی راهی که تو میتونی بری برسی به دارون خونه مخصوص توه. راهی که من رفتم و تو نمیتونی بری، این مال من بوده. اثر انگشت رو نگاه کن، این گردی اینجا رو نگاه کن. چرا اینجوریه؟ این روح که میگم حک نمیشه اومده پیچ خورده اینجوری تو بدن تو، همه چی تو چرخش و گردشه. این چرخش و گردشه حک نمیشه، هیچکی نمیتونه سمتش بره. تو اومدی ببین چقدر خفنی، از بالا اومدی اینجوری عین دریل گفتی چرخ خوردی تو این بدن. خب چرخ خوردی اینجا، نشونه هاش رو این بدنت افتاده. میبینی اینا فرستنده گیرنده ها هستن. شما تا به درون خودت، به همون چیزی که چرخ خورده اومده تو، در چرخش و گردشه، نشونهاش همه جا هست. تا به سمت اون نری با ذهنت داری زندگی. شما باید بفهمی این گردش نوک انگشتت چرا اینجوریه، چرا این وسط سرت اینجوری چرخ خورده، چه اتفاق افتاده که این اینجوری شده. شما چرخیدی اومدی تو، پس باید به درون خودت بست بشی، نه این بدنت. باید ببینی این کیه که این تو داره زندگی میکنه، که به اندازه تمام هستیه ولی توی بدنم جا میشه. و این برمیگرده به همت تو دیگه که چه جوری و به چه حدی میتونی اینو انجام بدی. خب من لایو کوتاه میذارم، کوتاهش میکنم که بتونین مرور کنین. اگرم بلد نیستی از کجا شروع بکنی، نمیدونی چی کار بکنی، تو این همه پیج و کتاب و این برام و گم شدی، اینجا تو این پیج قوانین اصلی رو براتون به زبون ساده توضیح دادم. شاید اصلا متوجه نشی این کاری که داری میکنی چه قانون خفنیه، ولی من اینو به صورت ساده آموزش دادم تو پیج. بهتون گفتم که چه کار بکنید، از کجا برید و چه اتفاقی براتون میفته. کسی هم برای نجات نمیاد. شما راه نجات فقط درون خودتون هست. و اینکه همین. ممنون که گوش دادید. این همه داریم صحبت میکنیم، یکی نوشته نگفتی فوتبال در آینده برقرار هست یا نه؟ تمام تیم ها میشه رباتیک، تمام بازیکن ها از بین میرن، ربات ها دیگه با هم بازی میکنن. دنبال فوتبال میگردی نه؟ خب خیلی خوب. هر کی یه جایی داره زندگی میکنه. شما کجا داری زندگی میکنی؟ حالا نشر بدید مطالب رو اگه دوست داشتید و برسونید به دست اینایی که سردرگمه، سرگردونه، نمیدونه چی کار بکنه. ممنون که گوش دادید. عشق بر همه شما. بدرود.